وقتی که من گپ میزنم نگه که این نصیحتگر یک جا پیدا شد. ما یکم بدتری یا که بهتر نیستم. فقط من اشتباه بسیار کردم. بزرگا میگن ادب رو از کیا مختی؟ از بیادبان. این سرم که گذشته گفته استم برادر. آدمی 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 آدم نبیند از کجا آدم شود. شمع اگر آتش نبیند از کجا روشن شود. این دیگه هم نوبتی ششلیک ها دوستم ششلیک چی گفتیم؟ یک کانت بزنه که این برادرم زاده همین ایرانه میگه در همین راه میگرد میگه پلیس میقبه من خیال افغان کرده میبرم. بله کرد ایرانی. زنده باش. مردم ایران مردمی به نهایت به فرهنگ فارس زبان ها همش به فرهنگ هم انشالله. تاجیکانی که در افغانستان زندگی میکنن و هم به فرهنگ هم زنده باشن. همیگه پگوب خنده هم گیره گفتی در کوچه های شهر ما میگردن گفت مرا خیالی مردم افغانستان کده در پاسپورت میپرسن. اما که ایرانی بیگاهی ای در گیران بگن نمیکشن. علی جون جوان دل همین بیرون خودش گرم خمیر بکشین. الان دوره هم نشستیم هم نورش قشنگه هم زیباه. ایرانی‌ها زرتشتی بودن کتری اونو گرم میکنه چای سفارش دارن محفل شده. درست این برادرها اینجا در گاز بگیم که به پل که هست یعنی بگای در میگیرن سری میکشن. واسه ما یه مصرف خوب میکنیم. بعضیا میبینیم گاهی وقتا گاز رو شب تا صبح روشن میذارن یه دونه سیخ رو ساخت بمونه. درست این برادر این مسئله در خدا دادگی ایشونا ای چی داره نه خیلی زمین نفت. آره نفت و گاز اینجا هر خونه نداره. این محدودیتی هست. درست منبعی هست از اینجا خدا رو شکر. نه این استوریا را از اینا نه که استوریا که همین چوبای در ترس هم خیلی کردگن نمی بخ بالان کردگن سرعت گیرا میگه. از اینا نداری تو تاجیکستان؟ دورمو مایدا کما در راست چیه فقط در راست مکتبو. ببین خب در راست مکتبو تمام دیگه اگم جدا خد در راه شاهراه نیست. خب ببین ما اینجا به هر حال ابوعلی سینا اینجاست. طب سنتی برای دفع سنگی کلیه این خوبه به خاطر اونه. بعد چون ماشینایی که اینجا هست ماشینای خیلی لوکسیه ما داریم و ما دنبال معنویتیم. هر کسی که از روی این سرعتگیرا رد میشه واسه خانواده اموات گذشته اون شهردار فاتحه میفرسته و این میرسه به روحشون. چون ما دنبال این معنویات هستیم اینا رو رعایت میکنیم و اجرا میشه. از عجایبی که اینجا میبینیم. ما نو اکم مقصد طرفی فرودگاه رفته استیم برادرو. خیلی مادرای سفید روزتون بخیر. طرف وطن حرکت میکنیم. طرف وطن زبان بابا فرودگاه در جای انتظاری کشیده زوجدن. خب اومدیم صبح سلامت در وطن رسیدیم. از دوشنبه شهر برادرها هم درنی سمالیات پیشوازم گرفتن. تلفنم ضرورت نداشت که استوریا بکنم. گرفتن همنامم دوست مراد گفتنی برادرم هسته وایدوف زنده باش هزار رحمت. گرفت راست گفتم اول پیش پدر و مادر زن و کودکام هم همیجدن. راست پیش پدر و مادر آمدیم خطیشم ششتیم عبید کردیم. شکمم سیر شده که چشمام دیگه هم خیلی مرغک رفته است که باید خورم. پناه همت به خدا من در خوابای نقص شما در برای کار نگام ساعت ها استراحت میکنم و انشالله با چخچخ میکنم. چخچخ خود دوام داره برادرها ولی چخچخ های پیشه. علی پناه به خدا برادرم زنده باش. انشالله که خدا بکنه با یک جایشیم با در تاجیکستان با میخوریم. شام بخیر دوستان عزیز. تشکر میگم هم انسین فوندا اینه که اومدیم هم مکاسا سرجام
زنده باش زنده باش دوستم جگا زنده باش زنده باش اینو کام اگه با براجاش نگاه کن اگه بلاگر و درو اومده بلاگر هم دوریم دا یا بلاگر زنده و سربلند باشید اومدم اگه آسیفا همه سرجم شدن مرا دعوت کردن که تو مهمونی اومدی خیلی شکری خدا یعنی همسیفا شکری خدا یارو برادرها سرجم همه وقت کنم خیر مردمی سربلندی توجی پر ناز و نیمت باشد در لبان مردمی توجی خنده هویدا باشد صلح و صلاحی داریم پرچممون در بالای سرمون پرپرافشان باشد خدا نگهبان